جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال و با درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در زده و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، همینطور هم که میدونین چندین راه تواصل و وسیله تماس با ما را دارین شما بینندگان عزیز، از جمله فرستادن سوال‌ها از طریق پیام‌های صوتی است که بنا گذاشتیم که انشالله امروز نیز از سوال‌های صوتی شما برنامه امروز را آغاز بکنیم و از کارگردان عزیزم خواهش میکنم که اولین سوال صوتی را که بیننده فرستادن پخش بکنن تا جناب مولانا پاسخ بدن. من رابعه اسمم از تاجیکستان هستم. میخواستم سوال من جواب دید که وقتی خواندن سوره تبت اون که به بسم الله است، وقتی یک دو صحیفه میخوانی دویم باره سر میکنی ممکن است که بسم الله الرحمن الرحیم به زبان بیاری؟ همین از سوالی من. تشکر میکنم از خواهر گرامی و سوالشون واضح بود. درسته؟ الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سوال این خواهر گرامی در مورد بسم الله خواندن در اثنای سوره توبه هست. اگر کسی یک صفحه دو صفحه از سوره توبه رو خوانده الان دوباره میخواد که تلاوت رو آغاز بکند، آیا بسم الله الرحمن الرحیم بگوید یا اینکه نگوید؟ به صورت کلی در مورد بسمله یا خواندن بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای قرائت چندین حالت و صورت وجود داره. اول این که انسان از ابتدای سوره آغاز بکند، یعنی تلاوتش را از ابتدای یک سوره آغاز میکند. در این صورت از دیدگاه جمهور علما مستحب و سنت هست هم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخواند و هم بسم الله الرحمن الرحیم. این در صورتی هست که یک سوره ای رو از ابتدا در واقع آغاز کرده برای تلاوت، و در صورتی که از وسط یک سوره آغاز کرده، از ابتدای سوره نیست. فرض کنید از ابتدای سوره خوانده تا وسط سوره تلاوت را خاتمه داده، الان روز بعدش یا وقتی دیگر دوباره میخواد از وسط سوره تلاوتش را آغاز بکند. باز هم از دیدگاه جمهور علما اشکالی ندارد. از دیدگاه جمهور علما اشکالی ندارد که هم اعوذ بالله بخواند و هم بسم الله الرحمن الرحیم بخواند، اشکالی ندارد. اما بهتر و اولاتر این است که تنها به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اکتفا بکند و در صورتی که از وسط سوره میخواند بسم الله الرحمن الرحیم را نخواند و تنها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بخواند. و به اتفاق علما در ابتدای سوره براءت که سوال این بیننده من بود، آغاز کردنش با بسم الله الرحمن الرحیم مکروه است. آغاز کردن تلاوت از ابتدای سوره براءت یا از سوره توبه
با بسم الله الرحمن الرحیم این مکروه هست. و مسئله دیگری که سوال این بیننده بود، اگر کسی در وسط سوره توبه، یعنی در اثنای سوره توبه میخواست که تلاوت رو شروع بکنه، چند صفحه خوانده بود و تمام کرده بود، بعد برای بار دوم میخواست که از وسط سوره توبه شروع بکنه، آیا وسط سوره حکمش همان حکم اول سوره هست که بسم الله الرحمن الرحیم گفتن مکروه هست، یا اینکه حکم دیگری رو دارد؟ این در واقع برمیگردد به علت این که چرا در ابتدای سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده. تعداد از علما معتقد بر این هستند چون که این سوره فاضحه هست، سوره هست که در واقع دستور به قتال منافقین و مشرکین الله متعال داده و رسوا کرده منافقین را و یک نوع تهدیدی هست و بسم الله الرحمن الرحیم نشانه رحمت و رأفت هست. به این خاطر گفتن چون که بحث سیف و جنگ و جهاد هست، مناسبت داره که بدون بسم الله الرحمن الرحیم که نشانه رحمت هست آغاز بشود. بدین خاطر در ابتدای سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم را ننوشتن. این نظر گروه برخی از علما و محققین هست. اما در این زمینه روایتی وجود داره در سنن ترمذی از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که ایشون اومدن در محضر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که قرآن رو جمع آوری کرده بودن و از ایشون سوال کردند که چرا شما این سوره انفال را با سوره توبه اینها را یک جا قرار دادید و وسط اونها بسم الله الرحمن الرحیم رو ننوشتید؟ ایشون گفتند که سوره انفال از نخستین سوره هایی بوده که بعد از هجرت نازل شده و سوره توبه هم جز آخرین سوره هایی هست که در این زمینه نازل شده و ارتباطی در میان این دو سوره وجود داره، از نظر محتوا به همدیگر خیلی نزدیک بودن. بدین خاطر این دو سوره رو ما کنار همدیگر قرار دادیم و علت این که بسم الله الرحمن الرحیم در وسطشون ننوشتیم، من متردد هستم که آیا این دو سوره یک سوره هستند یا اینکه دو سوره جداگانه هستند. از بس که با هم دیگر شبیه هستند در محتوا و مفهومشون، احتمال داره که یک سوره باشند و رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که یک آیه نازل میشد میفرمودند که این آیه را در بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدهید و دقیقاً و با صراحتشون نفرمودند که در وسط سوره انفال و توبه شما بسم الله الرحمن الرحیم و ستر بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسید. میگه به خاطر این که من مشکوک بودم که شاید این دو سوره یک سوره باشن، بسم الله الرحمن الرحیم رو ننوشتیم در وسط، منتها اینها رو جدا کردیم به عنوان اینکه مشخص باشه که این سوره دیگری هست. و این قول راجح تر هست از قول اون کسانی که میگن که علت بسم الله الرحمن الرحیم ننوشتن این است که این سوره سیف هست و بحث جنگ و جهاد. از این قول راجح تر است. بر مبنای این قول پس بنابراین در اثنای سوره توبه اگر کسی بسم الله الرحمن الرحیم بگوید اشکالی ندارد، زیرا که علت این که بسم الله الرحمن الرحیم بنابر قول راجح در ابتدای سوره ذکر نشده این هست که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و صحابه متردد بودند که این دو سوره یک سوره هستند یا اینکه این دو سوره از همدیگر متفاوت هستند. و علامه ابن حجر هیثمی رحمت الله علیه در فتاوای خودش آوردند که اشکالی ندارد که در واقع این در اثنای سوره توبه اگر کسی تلاوت رو تمام کرد دوباره خواست که دوباره از اول شروع بکند، اشکالی ندارد که در واقع بسم الله الرحمن الرحیم رو هم بگوید. اما قبلا هم عرض کردم که اولاتر این است که بسم الله الرحمن الرحیم فقط در ابتدای سوره خوانده بشود همراه با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و در اثنای سوره و از وسط سوره اگر کسی میخواد که تلاوت رو آغاز بکند همان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کفایت میکنه. جزاکم الله خیرا. از اتاق فرمان خواهش میکنم که سوال صوتی بعدی بیننده رو پخش بکنم. سلام، خسته نباشید. خدمت برادران عزیز شبکه وصال خسته نباشید. خواستیم یه سوال شرعی بپرسیم که خیلی توش موندم که بعضی ها میگن اتفاقی برام افتاد که میگن تو جادو شدی. بعد یک بار راهم خورد پیش یکی از سیدا و اینا که فال میگیرن و نمیدونم چی.
بعد خودش گفت آقا شما جادو شدین، پول بدین تا مشکل تا حل کنم. بعد برم پیشش یا نه چطور؟ خواستم اینو بدونم. دست شما در نکنه، خیلی ممنون، خداحافظ. خدا نگهدار شما، تشکر میکنم بیننده گرامی و پول دادن به کسی که بخواد جادو رو در مورد سحر و جادو متاسفانه بیشتر از اون چیزی که واقعیت داشته باشه آنچه در میان مردم شایع هست یک سری تبلیغات سوی هست، چه بسا که از طرف خود همین انسانهای شیاد و جادوگر و ساحر هست، به خاطر اینکه مردم را به خودشون وابسته بکنند و مردم را بترسانند و از این طریق امرار معاشی بکنند. و این که گفتن سید هست، نه، به اطلاق کلمه سید بر چنین افراد از نظر شرعی درست نیست. سید یعنی آل رسول الله صلی الله علیه وسلم، دودمان رسول الله صلی الله علیه وسلم، و هیچگاه شایسته یک فردی که سید باشد و از اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد شایسته نیست که دست به جادوگری و سحر بزند، که قطعا سحر و جادوگری از نظر اسلامی کفر هست. و رفتن پیش انسانهای جادوگر و کاهن و که ایشون خودشون گفتند که این فرد انسان فالگیری هست، از نظر شرعی در این زمینه ممنوعیت وارد شده و وعید وارد شده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به سختی ما رو در این زمینه هشدار دادند و تهدید کردند و در روایتی که در صحیح مسلم هست ایشون صراحتا فرمودند که من اتی عرافا فسأله عن شیء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. اگر کسی نزد فالگیری برود، کسی که طالبین هست نزد چنین فردی برود و حرفش را بشنود و باور بکند، تا 40 شبانه روز نمازش قبول نمی شود. یا در روایت دیگر اومده که هر کسی که نزد کاهنی برود و از اون چیزی را سوال بکند فقط کفر بما انزل علی محمد، که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دینی که ایشان آوردن در واقع کفر کرده. و خود این فرد وقتی که اساسا خودش با صراحت لهجه به شما میگوید که به من پول بده تا اینکه مشکلت را حل بکنم، یعنی این که این فرد یک فرد شیادی هست، فرد خیرخواهی نیست. اهل بیت رسول الله، سید و اولاد رسول الله صلی الله علیه وسلم باید پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند و به هیچ عنوان مجاز نیست، نه برای سید و نه برای غیر سید، که فالگیری بکنند یا سحر و جادو رو که کفر هست این رو در واقع انجام بدهند. نه، جایز نیست که شما نزد چنین افراد بروید و همچنین جایز نیست که شما به چنین افرادی در واقع پولی رو بدهید و برای آن افراد هم جایز نیست که چنین کاری رو انجام بدهند، سحر و جادو بکنند یا طالبینی بکنند، فالگیری بکنند و از این طریق هم پولی رو بگیرند. این کسب و درآمد برای آنها هم حرام شرعی و ناجایز هست. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطفاً پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. با سلام و خسته نباشید. خدمتی استادان بزرگوار از جمله عبدالقدوس دهقان. من علی مراد هستم از تاجیکستان. یک سوال داشتم. جناب آقای عبدالقدوس دهقان، اگر ممکن است همین شب جواب دهید، وقتی که از آن گفته می شود قرآن خواندن اصل است و یا اینکه کلمه های از آن را جواب دادن، یعنی دعاهایش را؟ با تشکر و خسته نباشید. برای کارکنان شبکه جهانی صالح خدا نگهبانتان باشد. التماس همین شب جواب دهید، زیرا من در میان برنامه تماس گرفتن نمیتوانم. خدا نگهبانتان. خدا نگهدار شما. بینندم التماس دارن که امشب جواب بده. در مورد اذان و تلاوت قرآن دو تا عبادت جداگانه هستند و شنیدن اذان و تکرار اذان و بعد از آن خواندن دعای اذان یک عبادت موقت هست، یعنی یک زمان مشخصی داره، آغاز و انتهایش مشخص است. یعنی این که همزمان بعد از این که مؤذن جمله ای را تکرار می کند و ما میشنویم، ما باید بعد از شنیدن اذان و بعد از این که این جمله را از امام شنیدیم دقیقاً همان جمله را هم تکرار بکنیم. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و یک دستوری هست از ایشان و یک نوع عبادت و تقرب هست و بعد از آن هم دعای اذان را بخوانیم.
پس بنابراین اذان یا اجابت مؤذن یک عبادت موقت هست و زمانش دقیقا همان زمان شنیدن اذان هست و نمی شود که بعد از این که اذان را شنیدیم بعداً با گذشت زمانی ما این کلمات را تکرار بکنیم. این جایز نیست. و تلاوت قرآن یک عبادتی هست که موقت نیست و مطلق هست. این هر وقتی که شما میخواهید میتوانید قرآن را تلاوت بکنید. الان که دو تا عبادت در یک زمان جمع شدند، حکمت این را میطلبد که شما نگاه بکنید که هر دو عبادت را چگونه میتوانید جمع بکنید. اگر شما مشغول تلاوت قرآن باشید و به صدای اذان بی‌توجهی بکنید، شما گناهی رو مرتکب نشدید، خلاف شرعی رو انجام ندادید، هیچ گونه اشکال و گناهی برگردن شما نیست، منتها فضیلت اجابت اذان را شما از دست دادید. پس بنابراین شایسته تر این است که شما وقتی که در هنگام تلاوت قرآن بودید اندکی تلاوت را متوقف بکنید، صدای اذان را بشنوید، اجابت بکنید، کلمات اذان را تکرار بکنید و بعد از آن دعای اذان را بخوانید و بعد از آن که تمام شد اذان و دعا را خواندید تلاوت قرآن را ادامه بدهید. به این گونه شما می توانید که هر دو عبادت رو در واقع جمع بکنید. این اولاتر و بهتر است. اما اگر کسی در واقع نمیخواست که تلاوت را قطع بکند، ذوق و شوقی داشت و احساس لذت و آرامش میکرد و تلاوت را ادامه داد، باز هم از نظر شرعی گناهی رو مرتکب نشده است. تشکر میکنم از شما. لطفاً تماس صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. سلام، خسته نباشم. فاطمه هستم از مشهد. میخواستم در مورد نماز بپرسم که نماز وتر دعای قنوت که بلد نیستم بخوانم، از که دو نفر پرسیدم گفتن 7 مرتبه بگی یا ربی، آیا درسته یا نه؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید. تشکر میکنم از خواهر گرامی. در مورد نماز وتر و قنوتی که در وتر خوانده می شود، قنوت وتر مانند خود نماز وتر سنت هست. یعنی اگر کسی در نماز وتر اصلا قنوت نخواند، باز هم از نظر شرعی اشکالی وجود نداره و نماز وترش صحیح هست و گناهی برگردنش نیست. و خواندن قنوت در نماز وتر جزء سنت های نماز وتر هست. و امام نووی رحمت الله علیه در کتاب اذکار خودشون این مسئله رو کاملا توضیح دادند و فرمودند که در مورد دعای قنوت هیچ گونه دعایی که تعیین شده باشه و الزامی باشد که ما آن رو حتما باید این دعا رو در نماز وتر بخوانیم یا در هنگام قنوت بخوانیم، چون این دعایی ثابت نیست. دعای قنوت ثابت هست، اما این که الزامی باشد که حتما در هنگام قنوت و در نماز وتر یا بنابر مذهب امام شافعی در نماز فجر حتما فلان دعای مشخص را به عنوان قنوت بخوانیم، چون این چیزی لازم نیست. یعنی این که هر دعایی را که شما در هنگام قنوت بخوانید به جای قنوت از شما پذیرفته می شود. اولاتر و بهتر این است که شما دعای قنوت را حفظ بکنید، دعاهایی که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. و اگر کسی دعای قنوت را حفظ نیست، حتی میتواند از رو بخواند. در نماز سنت وتر میتواند که از روی برگه یا از روی پوستری که جلوی رویش هست میتواند که دعای قنوت را بخواند، هیچ گونه اشکال ندارد، به دلیل مطلبی که از حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نقل شده که در نماز تراویح احیانا زکوان پیش نماز میشد و از رو تلاوت میکرد و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پشت سرشون نماز میخوندند. امام بخاری رحمت الله علیه این جریان را نقل کرده. پس بنابراین اگر کسی بلد نیست، در مرحله اول تا زمانی که یاد بگیرد اشکال ندارد، میتواند که از رو بخواند و بالفرض این که نمیتواند حفظ بکند، هر دعایی را که حفظ هست بخواند اشکالی ندارد. هر دعایی را که بخواند، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یا هر دعای دیگری را، چه از قرآن باشد یا از سنت باشد یا اصلا به زبان محلی خودش هم باشد، اگر بلد نیست از قرآن و سنت، باز هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و نماز وترشون دقیقاً درسته و مرتکب گناهی هم نشدند. جزاکم الله خیر. اتاق فرمان لطفاً پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. ضمن سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان محترم شبکه وصال حق. من 2 تا سوال داشتم.
اول سوالم اینه که طریقه نماز خوندن خانوم ها به چه روشیه؟ مثل آقایونه؟ فرق داره؟ فرق نداره؟ اینو لطف کنید جناب آقای عبدالقدوس دهخان توضیح بدن. سوال دوم اینه که مبتلات وضو چیه؟ چه چیزی وضو رو باطل میکنه؟ من خانوادم هدایت یافتن، میخوام که به روش سنت نماز بخونیم. لطف کنید اینو جوابشو بدین. ممنون میشم. خیلی ممنون از زحماتی که میکشید. با تشکر. حبیب هستم از این. تشکر میکنم بنده گرامی و سوال اولشون در مورد نماز زن و نماز مرد هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. اصل بر این است در شریعت اسلامی خطابی که برای مردان ذکر شده، زنها هم در این خطاب داخل هستند و هیچ گونه تفاوتی در نماز از رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان نماز مرد و زن ثابت نیست. و جالب این است که در کتاب‌های فقهی یا در کتاب‌های حدیثی بیشترین بخشی را و بزرگترین باب و کتابی را که ما داریم باب و کتاب الصلات هست که یعنی بیشتر از تمام احکام دیگر به جزئیات نماز و احکام نماز در احادیث رسول الله و در کتاب‌های فقهی پرداخته شده و علتش این است که اولین و مهمترین اصل عبادی دین اسلام هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم روزانه 5 مرتبه در مسجد می اومدند و نماز می خوندند، احکام نماز رو بیان می کردند، مردم می دیدند. اما در کتاب‌های فقهی مثلا در صحاح و در سنن اهل سنت و الجماعت ابوابی به عنوان این که بیانگر تفاوت نماز زن و مرد باشه یا احکام ویژه نماز با عنوان باشه در کتاب‌های اهل سنت و الجماعت، کتاب‌های اصلی و حدیثیشون وجود نداره. و روایتی هم که در این زمینه اومده مانند سنن بیهقی یک سری تفاوت‌هایی رو ذکر کردن در این زمینه، این روایات از نظر سندی اشکال دارند و در حدی نیستند که بتوانند یک حکم شرعی را یا یک نوع تفاوت را در میان نماز مرد و زن از آنها بشود استدلال کرد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم عموما فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی و این خطاب مشترک هست هم برای مردان و هم برای زنان و از نظر دلیل حدیثی و قرآنی هیچ گونه دلیلی با عنوان تفکیک بین نماز مرد و زن وجود ندارد. و در مورد مبطلات وضو یک سری مبطلاتی رو داریم که متفق علیه هستند بین تمام فقها و مذاهب اهل سنت و الجماعت، من جمله این که و مهمترین موردش هست که الخارج من السبیلین، یعنی هر گونه مواردی که از دو راه طبیعی عقب و جلو دفع بشود جزء شکننده های وضو شمرده می شود. تمام مواردی که باشه، تفاوتی نداره که جرم داشته باشد یا باد هوایی باشد یا مایعی باشد، خون باشد یا منی باشد، مزی باشد، ودی باشد یا ادرار باشد، هر مواردی که باشد این در واقع جزء شکننده های وضو و طهارت شمرده می شود. و در صورتی که خارج من السبیلین، یعنی مورد مایعی که از راه جلو خارج می شود منی باشد، اضافه بر وضو غسل هم لازم می شود و یعنی موجب حدث اکبر می شود. اما بقیه موارد صرفا برای حصول طهارت همان وضو کافی هست و غسل لازم نیست. فقط در مورد خروج منی از راه جلو در واقع این به عنوان موجب حدث اکبر هست و باید انسان غسل بکند. این مورد اول هست. و مورد دومش زوال عقل هست که فرقی نداره که این به خاطر جنون باشه، به خاطر سکر باشه، کسی موادی رو مصرف کرده که باعث نشگی شده، اینها جزء شکننده های وضو هستند، یا این که خواب زیادی باشه، خوابی که برای انسان غالب هست، نه اینکه خوابی که در حد چرت زدن باشه، این معتبر نیست. اگر خوابی هست که انسان مطمئن هست در حالت به اصطلاح مطمئن نشسته بر روی زمین یا به دیواری
تکیه داده یا بر روی صندلی ماشین است یا خوابش دراز کشیده و خوابش در حدی هست که میشنود که مردم دور برش چی میگن، این خواب تأثیری نداره برای شکستن وضو. اما اگر خواب طولانی هست به صورت کلی احساسش رو از دست داده، صدایی رو نمیشنود، خواب عمیقی در واقع دارد، در این صورت این جزء شکننده های وضو شمرده می شود. غیر از این موارد دیگری هستند که به خاطر احتیاط، گرچه مورد اختلافی هستند اما به خاطر احتیاط اگر انسان وضو بگیرد این اولاتر و بهتر است، مانند مورد کسی که به آلت تناسلی خودش دست بزند، گرچه که قول راجع به نظر من در این زمینه این است که وضو لازم نمی شود، اما باز هم به خاطر روایاتی که در این زمینه وجود دارد در سنن ابو داود که من مس ذکره فلیتوضا و مذهب برخی از علما هم این هست، احتیاطاً اگر وضو بگیرند اولاتر و بهتر هست. و همچنین از خوردن گوشت شتر که مذهب امام احمد رحمت الله علیه هست و روایتی در این زمینه در صحیح مسلم هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که انا توضا من لحوم الابل و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. سوال این بود که آیا ما بعد از خوردن گوشت شتر وضو بگیریم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که بله وضو بگیرید. و همچنین در مورد خروج خون کثیر و زیادی که از زخمی خارج بشه، این اگر کسی زخمی رو داشت که خون زیادی از آن رفته بود، در این صورت وضو بگیرد به خاطر احتیاط بهتر و اولاتر است، گرچه دلیلی که مبنی بر این که خون جزء شکننده های وضو باشد دلیل صحیح و صریح در این زمینه وجود ندارد. اما چون که برخی از فقها معتقد به این هستند که خروج نجاست هست به خاطر احتیاط، بله به خاطر احتیاط خروج نجاست هست و خروج نجاست موجب شکستن وضو می شود، احتیاطاً وضو بگیرند، این اولاتر و بهتر است. اما اگر وضو هم نگرفتن در این مواردی که عرض کردم از نظر شرعی مشکلی به وجود نمیاد. درست. جزاکم الله خیر. تماس صوتی بعدی بیننده رو بخش کنید. با سلام، هما هستم از کرج. لطف دارید راجع به نمازهای شکسته، من چند وقته دارم گوش میکنم، تلویزیون رو نگاه میکنم، ولی متاسفانه راجع به نمازهای شکسته اصلا صحبت نمیشه. لطف کنید یه روز برنامه بذارید راجع به نماز شکسته، ممنون میشم. خداحافظ. تشکر میکنم خواهر گرامی. در مورد نماز قصر که خوانده میشود یا به تعبیر عامیانه نماز شکسته، یعنی نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت خواندن، این یکی از احکام سفر هست که انسان در سفر مجاز هست یا به تعبیر دقیق تر واجب هست بر انسان که نماز را شکسته بخواند، یعنی نماز 4 رکعتی را 2 رکعت بخواند و این مخصوص نمازهای 4 رکعتی هست. نماز 3 رکعتی و 2 رکعتی شکسته خوانده نمی شوند، بر همون اصلش خوانده می شوند. یعنی نماز صبح را شما نمی توانید 1 رکعت بخوانید یا نماز مغرب را نمی توانید 2 رکعت بخوانید. نماز فجر و نماز مغرب بر همون حالت اصلی خودشون هستند، اما نماز ظهر و عصر و عشا که 4 رکعتی هستند در سفر باید اینها به صورت شکسته و نصف خوانده بشوند. و دلیلش هم از قرآن هست و الله متعال در سوره نساء می‌فرماد و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، که مشکلی نیست و شما می توانید که نماز را قصر بخوانید. و در روایات متعدد و به صورت متواتر ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشون در سفر نماز را قصر می‌خواندند یا نماز را شکسته می‌خواندند. و همان گونه که عرض کردم شکسته خواندن نماز یکی از احکام نماز سفر هست. پس بنابراین وقتی که انسان در سفر هست اجازه دارد یا به تعبیر دقیق تر واجب هست که قول راجح اینه که در واقع در سفر باید انسان نماز را شکسته بخوانه، زیرا که اصل نماز همان 2 رکعت بوده و در حضر و در هنگام اقامت این نماز اضافه شده. یعنی در ابتدا اصل نمازها 2 رکعت بوده و در سفر و در حضر و در اقامت 2 رکعت دیگر اضافه شده که شده نماز 4 رکعتی. اما در هنگام سفر برمیگرده به همون اصلی که بوده، یعنی همان 2 رکعتی که خوانده بشود. و مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این است که واجب هست در سفر که انسان حتما باید نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند، گرچه برخی از فقها مانند امام احمد رحمت الله علیه اجازه دادند که به اختیار خود فرد هست، اگر خواست که کامل بخواند هم اشکال نداره، اگر که قصر خوند باز هم اشکال نداره، اما اولاد
بالاتر و بهتر و قول راجح همون مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست. واجب هست که انسان نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند، زیرا که حتی در یک مورد هم ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر باشند و نماز را به صورت کامل بخوانند. و برای این که انسان نماز را بتواند قصر بکند لازمش این است که به سفر رفته باشد، یعنی در منزل خودش وقتی که مقیم هست اجازه قصر را ندارد، حتما باید مسافر باشد و چیزی که حد سفر هست برمیگردد به عرف بیشتر و اکثر علما نظرشون این است که حدود 80 کیلومتر رو اگر کسی از محل اقامت خودش 80 کیلومتر به سفر رفته، شهر دیگری رفته، در این صورت از نظر شرعی مجاز است که نماز را قصر بخواند، یعنی نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند. و این قصر خوندن و مدتش برخی از فقها مانند شوافع 4 روز رو تعیین کردند و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 15 روز تعیین شده. یعنی اگر کسی از شهر خودش به یک شهر دیگر رفت 80 کیلومتر به بالا بود و در اونجا حدود 2 هفته اقامت کرد و هدفش این بود که من الان 1 هفته موندم یا 2 هفته موندم، از نظر شرعی میتواند که نماز رو در کل این مدت قصر بخواند، در کل این مدت قصر بخواند، به دلیل این که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که در تبوک رفتن تقریبا حدود 17 روزشون در تبوک ماندن و در تمام این ایام نماز رو به صورت قصر میخوندن. و در صورتی که شخص مسافر پشت سر مقیم هست، یعنی وقتی که رفت به نماز جماعت در رفته بود سفر، یک شهر دیگر از آن گفتند و خواست که برود با نماز رو با جماعت بخواند، وقتی که مسافر پشت سر مقیم نماز میخواند حکمش همان نماز مقیم هست، یعنی نماز رو باید به صورت کامل بخواند. یعنی تفاوتی ندارد که شما از ابتدای نماز پشت سر این فرد امامی که مقیم هست نماز رو شروع کردید، هم باید کامل بخوانید 4 رکعت رو بخوانید و اگر در وسط نماز رسیدید بازم باید نماز رو کامل بکنید. به طور مثال شما رفتید سفر، در یک جایی وقت نماز عشا هست، شما رفته بودید به مسجد، امام مسجد که مقیم هست، اهل خود اون شهر هست و جماعت اصلی اون مسجد هست، نماز رو شروع کرده بود، 2 رکعت خوانده بود، شما به 2 رکعت اول نرسیدید، صرفا 2 رکعت رسیدید. الان شما 2 رکعت رو خوندید و نماز مسافر هم 2 رکعت هست، آیا بعد از اینکه 2 رکعت رو خواندید سلام بدید یا اینکه بلند بشید 2 رکعت دیگر بخوانید؟ درست. حکم راجع این است که بلند بشوید 2 رکعت دیگر بخوانید، چون که شما در این صورت پیرو امام هستید. امام چون که مقیم بود 4 رکعت بود، شما باید 4 رکعت رو در این صورت در واقع کامل بخوانید. این بحث قصر در سفر هست و در کنار قصر در سفر جمع در سفر هم داریم، یعنی نمازهای ظهر و عصر رو یک جا بخوانند در یک وقت و نماز مغرب عشا رو در یک جا بخوانند. کسی که در مسافرت رفته سفرش بیشتر از 80 کیلومتر هست میتواند که نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند، یعنی قصر بکند و هم جمع بکند، یعنی نماز ظهر و عصر رو یک جا بخواند و نماز مغرب عشا رو یک جا بخواند. و وقت خواندن نماز مسافر وقتی که از شهر خودش بیرون رفت، الان حکم سفر برای شروع شده، به محض این که از شهر خارج شد، ولو اینکه مسافت سفر رو نرفته، هنوز 80 کیلومتر رو مسافت رو طی نکرده، به محض این که از شهر خودش خارج شد و هدفش این است که یک سفری برود که 80 کیلومتر به بالاتر هست، احکام سفر بر اون تطبیق می شوند. هم می تواند که نماز را جمع بخواند، هم باید قصر بکند و هم روزه اگر در ماه رمضان باشد در این صورت بر اون فرض نیست. درست. جزاکم الله خیر. لطفاً تماس صوتی بعدی بیان رو پخش کنید. با عرض سلام، خسته نباشید. خدمت همه اساتید گرامی شبکه وصال حق، ابوبکر هستم از بلوچستان. یک سوال در خدمت شما عزیزان و استادان گرامی، اینکه در مسافرت نمازهای سنت چگونه است؟ آیا سنت ها را بخوانیم یا نه؟ بعضی از مولاها میگن سنت خواندنشون بدعت داره، بعضی ها میگن نه اگر عجله نداشته باشی بخوانید. حالا مثلا ما شروع کنیم باید بخوانیم یا نه؟ جزاکم الله خیر. با تشکر از برنامه خوبتان، خداوند شما را حفظ کنه، انشاءالله در خطای حق باشید. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد نمازهای سنت همون گونه که از
خود اسمش مشخص است، یعنی که سنت هست، یعنی فرض و واجب نیست. اگر کسی ترک کرد مرتکب گناهی نشده. اگر بخواند نماز سنت را موجب اجر و پاداش می شود، مکمل نمازهای فرض می شوند و اگر کسی هم نخواند از نظر شرعی گناهی برگردن آن نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که کسانی که در حالت حضر همیشه نماز سنت می‌خواندند، اگر به خاطر بیماری یا به خاطر سفر نخوانند و نتوانند که بخوانند، ثواب این سنت ها کامل به آنها میرسد. فرض کنیم یک فردی عادتش بوده که همیشه سنت های قبلیه و بعدیه رو در منزل میخونده یا در مسجد میخونده، الان به سفر رفته نمیتواند بخواند، یا اینکه بیمار هست نمیتواند بخواند، یا یک کار ضروری خیلی حادی برایش پیش اومده و نمیتواند بخواند. در این صورت همان نمازی رو که در حضر میخواند و در صورت راحتی میخواند، ثوابش کاملا به اون میرسد. و هنگامی که انسان در سفر هست، و جالب هست در این زمینه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم معروف هستند به اقتدا به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی ایشون کاملا دقت میکردن هر کاری رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام میدادن، دقیقاً ایشون این کار رو انجام میدادن. و حتی در سفر که مثلا از مدینه به مکه داشتند، میرفتند هر جایی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم اتراق میکردن، در همونجا اتراق میکردند، استراحت میکردند. هر طرفی رو که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای قضای حاجت میرفت، ایشون همون طرف میرفتند. یعنی تا این اندازه متبع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن. در یک سفر ایشون همراه با تعدادی از مردم رفته بودن سفر، و بعد از این که نماز تمام شد، ایشون برگشتند کنار رحلشون، اون جایی که وسایلشون و شترشون بود نشستن و تکیه دادن. دیدند که در اون جایی که نماز را اقامه کرده بودند، چند نفر هنوز دارند که در واقع نماز میخونند و مشغول خواندن نماز هستند. سوال کرد که اینها چه کار دارند میکنند؟ گفتند که اینها مشغول نماز سنت هستند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند: لو كنت مسبحا لاتممت صلاتی. اگر قرار بر این بود که من نماز سنت بخوانم، همون نماز خودم رو کامل میکردند. و بعد از این فرمودند که من در سفر همراه رسول الله بودم، همراه ابوبکر بودم، همراه عمر بودم، همراه عثمان. این بزرگواران رو من در سفر همراهی میکردم، ندیدم که کسی از این بزرگواران اضافه از 2 رکعت چیزی بخواند. یعنی در سفر نماز سنت رو نمیخوندند. منظور از این نماز سنتی که نمیخوندند رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر و عمر و عثمان و دیگر صحابه نمیخوندند، منظور سنت های قبلیه و بعدیه، سنت های مؤکده هست که سنت های رواتبی که در نمازها هست، مانند 2 رکعت سنت، 4 رکعت قبل از ظهر یا 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب یا 2 رکعت بعد از عشا. اما در مورد سنت های مانند سنت فجر یا سنت نماز وتر، در این زمینه تاکید اومده و ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر این نمازها رو در واقع میخوندن. به طور مثال روایتی که بسیار معروف هست و در صحیح مسلم اومده از حضرت ابو قتاده رضی الله تعالی عنه، که در حدیثی هم که معروف است به لیلة التعریس، جریانی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم همراهشون از سفری برمیگشتن به مدینه منوره و در آخر شب یک جای استراحت کردند. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه را مأموریت دادند که بیدار بماند تا صبح، به خاطر اینکه لشکر که در اون زمان که با پای پیاده و شتر حرکت می‌کردند خسته می‌شدند، مردم را برای نماز صبح بیدار بکنند. و ایشون تا یک پاسی از شب بیدار موند و نهایتاً خسته شد، کنار شتر رفت و تکیه داد به رحل خودش و وقتی بیدار شد که آفتاب برآمده بود و اولین کسی هم که بیدار شد رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند. یعنی نماز صبحشون قضا شده بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور دادند که بار و بنایتون رو ببندید، جمع بکنید و از اونجا حرکت کردند، رفتن جای دیگر و اذان گفتند و رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابه هم 2 رکعت نماز یعنی سنت قبلیه رو خوندند، یعنی 2 رکعت سنت رو هم خوندند و بعدش با نماز جماعت 2 رکعت نماز فجر رو خوندند. از این ثابت می شود که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر 2 رکعت نماز فجر رو یعنی سنت فجر رو می خوندند، وگرنه قضایش نمی آوردند، حتما می خوندند و وقتی هم که فوت شده اون رو قضا آوردند. غیر از این روایتی هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود هست که ایشون صراحتا میگه اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعهن فی سفر ولا حضر،
که رسول الله خلیل من و دوست و محبوب من رسول الله صلی الله علیه وسلم به من 3 وصیت کرده که من وصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را نه در سفر رها میکنم و نه در حضر. و یکی از توصیه‌های رسول الله صلی الله علیه وسلم این رکعت صلات الضحی، 2 رکعت نماز چاشت یا نماز اشراق هست و این که 3 روز را از هر ماه روزه بگیرن و ان لا انام الا علی وتر و این که حتما نماز وتر را بخوانم و فرمودند که من نه در سفر اینها را ترک میکنم و نه در حضر. پس بنابراین ثابت از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندن نماز وتر در سفر بنابر توصیه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و روایت دیگری در صحیح بخاری هست از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که در مورد خواندن نماز بر روی سواری هست، مانند روی ماشین که انسان نشسته جایز است که نماز با اشاره بخواند و غیر از نمازهای فرض. در این زمینه روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه است کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی السفر علی راحلته حیث توجهت به. رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر بر روی شتر خودشون نماز میخوندن به هر طرفی که راحله و شترشون حرکت میکردن، یعنی لازم نبود که رو به طرف قبله باشه، یعنی همون جایی که بر روی شتر و سواری خودشون نشسته بودند با اشاره نماز میخوندند و روی شتر هم به هر طرفی که باشه ولی اینکه به غیر جهت قبله باشه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست. و در ادامه این فرماند که یومی و ایمان که فقط اشاره میکردن، یعنی اشاره یعنی که یه مقدار سرشون رو خم میکردن به عنوان رکوع و یک مقدار بیشتر خودشون رو خم میکردن به عنوان سجده. این جایز هست که انسان بر روی سواری باشه و این مخصوص نمازهای سفر هست که حضرت عبدالله بن عمر میگن صلات اللیل رو میخوندن رسول الله صلی الله علیه وسلم الا الفرائض، اما فرایض رو نماز فرض رو حتما می ایستادند. بر روی مرکب و سواری جایز نیست، حتما باید بی ایستند و حتما یک از شرایطش این است که رو به طرف قبله باشد، به طرف غیر قبله باشد نماز از نظر شرعی درست نیست. و در همین روایت اومده که و یوتر علی راحلته و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر روی شتر خودشون وتر می‌خواندند، یعنی همون حکم نماز سنت را داشت و خاطر وقتی که بر روی شتر بودند یعنی این که در سفر بودند و نماز وتر را می‌خواندند. پس بنابراین نمازهای سنن رواتر رو اگر کسی ترک بکند اشکال ندارد بنابر روایت حضرت عبدالله ابن عمر، یعنی سنت‌های ظهر را و سنت‌های مغرب و عشا را، اما سنت نماز فجر را سعی بکند حتما بخواند و همچنین سنت در واقع وتر را که ثابت شده از رسول الله صلی الله علیه وسلم که در سفر بر روی شتر این را میخونند. این 2 تا سنت را اهمیت بیشتری رو دارند، اما اگر کسی حتی این 2 تا سنت رو ترک کرد بازم گناهی برگردنش نیست، اما سنت این است که اینها را بخواند اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارند تماس تلفنی بگیرن لطف کنید از الان سوالاتون آماده داشته باشین به صورت کوتاه و مختصر و همچنین منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه، تماستون که وصل شد به صحبتون ادامه بدین. و از اتاق فرمان دوباره خواهش میکنم که شماره پیام های صوتی بیننده بعدی را پخش بکنن تا به آن پاسخ بدیم. با عرض سلام خدمت دستاندرکاران شبکه وصال، انشاءالله که همیشه زنده باشید. و یه سوالی داشتم مربوط به این که بسم الله الرحمن الرحیم سوره تبت از زبان خداوند یا از زبان پیامبر نازل شده است؟ و سلام، زنده باشید. تشکر می‌کنم گرامی. تمامی آنچه که در قرآن کریم نوشته شده و به عنوان سوره قرآن هستند حتی یک کلمی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اضافه نشده. تمام آنها سوره تبت یا تمام سوره های دیگر کلام الله متعال هست و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، یعنی وحی مطلوع هست، دقیقاً کلام الله متعال هست که جبرئیل علیه السلام دقیقاً بدون کم و کاست به رسول الله صلی الله علیه و سلم رساندن و رسول گرامی اسلام هم بدون هیچ گونه کم و کاست و تغییری آن را به ما منتقل کردن و در قرآن کریم هیچ چیزی از کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارند و تمامش کلام الله متعال هست. تشکر میکنم از شما. اتاق فرمان اگر تماس‌های بینندگان آماده نیست سوال صوتی بعدی بیننده پخش کنید.
علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالرحمن هستم از ایران. خدمت مجاهدین و حقگویان شبکه جهانی وسال حق، خصوصا برادرم آقای محمد انصاری و مولانا عبدالقدوس دهقان، سوال داشتم خدمت اساتید محترم که آیا قاچاق کالای آرایشی، خوراکی و اشیای دیگر که حلال باشند جایزه یا خیر؟ سوال دومم آیا اتو کردن ریش مشکل داره یا نه؟ و سوال آخرم هم آیا اگر در محله زنی بدکاره ساکن باشه و برای مردم هم و شواهد بدکاره او ثابت شده باشد، جایزی که اون رو از اون محله دور کنند یا نه؟ چیکار باید بکنند؟ با تشکر از مجاهدت های نیکتان. اجرتان با الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله. محمد بنده گرامی تشکر میکنیم. بفرمایید. در مورد موی محاسن، ریش یا موی سر، به صورت کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه روایتی هست که به ما توصیه کردند که انسان در واقع باید در مظهر خودش و در ظاهر خودش باید زیبا باشد. ان الله جمیل و یحب الجمال. الله متعال زیبا هست و زیبایی رو الله متعال میپسندد. روایتی در سنن ابو داود هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من کان له شعر فلیکرمه. اگر کسی موی دارد موی خودش را احترام بگذارد، یعنی به موی خودش برسد. تفاوتی نداره که این موی سر باشد یا موی محاسن و ریش باشد. و شیخ البانی رحمت الله علیه همین حدیث رو تصحیح کردند. پس بنابراین روغن زدن به سر و ریش یا به قول این بیننده من اتو کردن یا سشوار کردنش از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست، بلکه جز توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم هست که هر کسی که موی دارد و موی خودش رو نگه داشته به آن رسیدگی بکند و احترام و اکرام بکند. منتها موردی که در اینجا یعنی باید مراعات باشد این است که انسان زیاد در این زمینه وسواس نداشته باشد. این گونه نباشد که هر جا که میرود جاوه آرایش مثل خانم ها تو جیبش باشه و آینه همیشه همراهش باشه و سر 5 دقیقه خودشون نگاه میکنه هر جا که بره. نه، این گونه در حد اسراف نباشه، زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم اون گونه که در روایت ابو داود باز آمده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الترجل الا غبا. رسول الله صلی الله علیه وسلم از شانه زدن مو منع کردن مگر اینکه به یعنی در بعضی از اوقات. این گونه نباشه که انسان همیشه و پیوسته روبروی آینه بیسته و شانه و آینه همیشه در جیبش باشه و وقتش رو در این زمینه مصرف بکنه. و عرض کردم که اکرام مو و ظاهر شدن در یک مظهر زیبا این جز شاعر اسلامی هست، جز سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، اما در حد وسواس و در حد اسراف نرسه که این هم جز منهیات است، یعنی در میانه و وسط باشه، نه در حالت افراط و نه تفرید. و در مورد سوال دومیشون که در مورد زنی که از نظر شرعی ثابت شده باشه که این زن در واقع زن بدکاری هست یا جوانان مؤمن رو به فساد کشیده، انسان باید بقیه مواردی رو که ذکر شده یعنی احتمال داره و امکان دارد برای اصلاحش این رو قبل از این کار رو بیرون بکنند. این موارد رو باید مد نظر قرار بدن، نصیحت بکنند. زنهایی که اهل ایمان و دیانت هستند یا ریش سفید اون قوم و قبیله و منطقه و افراد بزرگتر علمایی که هستند باید سعی بکنند که با یک روش بهتر این افراد را دعوت بکنند و اصلاح بکنند. زیرا اگر بیرونش هم بکنند همون گونه که در اینجا مثلا اهل این کار بوده، خب در جای دیگر شاید فرصت بیشتر باشه و دقیقاً این کار رو دوباره انجام میدهد. پس بهترین راه این است که در ابتدا قبل از بیرون کردن و فکر این مسئله بودن باید در فکر اصلاح چنین افراد باشند تا انشاءالله الله متعال تمام افرادی را که مرتکب چنین خطا و گناهانی میشوند اونها رو الله متعال اصلاح بفرماید.
سوال دیگری هم بود، 3 تا بود. یکیشون درباره قاچاق بود. بله، قاچاق موادی که مردم لازم دارند، چه اقلامی هستند که از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارند استفاده کردن از اونها، درسته مانند وسایل برقی و الکتریکی هست یا وسایل آرایشی هست یا احیانا مواد غذایی و وسایل خانگی هست که اینها از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارند، مصرف کردنشون، خرید و فروششون هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جزء نیازهای روزانه مردم هستند. اما چه بسا به اصطلاح مسئولین به خاطر مصالح افراد مشخصی و به خاطر سوء استفاده از مردم شاید که برخی از موارد را جزء قاچاق اینو قلمداد بکنند و به مردم اجازه ندهند که از این موارد استفاده بکنند. از نظر شرعی آن چیزی رو که مردم به آن نیاز دارند جزء نیازهای اولیه مردم هست و از نظر شرعی هم اشکالی در استفادهش وجود نداره، مانند خمر و خنزیر در واقع نیست، بلکه کالای مباحی هست و استفاده از آن مباح هست. خرید و فروشش و نقل و انتقالش و معاملش هم از نظر شرعی حلال هست و پولی که از این طریق انسان کسب می‌کند هم حلال هست. منتها انسان باید سعی بکند که در این زمینه حتی مراعات بکند که به خاطر کسب و کار یا به خاطر این که یک کالایی رو جابجا بکند مبادا انسان جان خودش رو در خطر بندازد و این مورد رو مراعات بکند، وگرنه اصل مورد معامله کردن با این مورد کالاهایی که به عنوان کالای قاچاق معرفی شدن و از نظر شرعی استفاده از اونها اشکال شرعی ندارد، خرید و فروشون هم از نظر شرعی مجاز هست و اشکالی رو ندارد. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگان عزیزم وصله به بعد از بینندگان خواهش می‌کنم که سوالاتون رو مختصر داشته باشین و از طریق تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. امان الله هستم. دو سوال داشتم استاد محترم. سوال اولتون؟ سوال اول ما آدم میتونه پدرزن و مادرزنش آدم مادر صدا بزنه و دوم سوال ما این بود که آدم میتونه غیر از دست پدر و مادر، غیر از دست استاد، میتونه دست پدرزن و مادرزن هم ببوسه، میتونه ببوسه یا نمیتونه؟ تشکر، زنده باشین، خداوند شبکه وصال حق از سر ما کم نکنه. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی و سوال شرعیتون لطفا. صداتون پایینه، از طریق گوشی تلفن، یعنی صدای گیرنده رو کم کنید، از طریق گوشی با ما صحبت کنید. سلام علیکم علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. مولوی صاحب، من نامم عبدالله است، از ولایت هرات افغانستان به تماس شدم. بفرمایید. امی یک جای زندگی میکنیم که دولت هم ما میگه که شما مثلا طالبا بگیم کافر، باز طالبا ما میگه که شما به دولت بگیم کافر. امی جهات اینا رو خاطر پرسان کنم که اینا کدوم از برعقه؟ آیا اینا برعقه یا اونا؟ تشکر از برنامه شما. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. صدای شما وصله و لطفاً یک بلندتر صحبت کنید. الو، بفرمایید. من از بینندگان خواهش میکنم که وقتی تماس گرفتن صداشون وصل شد منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید شرایط بفرمایید. سوال شرعیتون؟ ما فرید هستم.
تماس میگیرم با شما. آفرید، یک کمی صداتون قرار قطع وصل میشه متاسفانه. بله درست شد سلام. انشالله ادامه بدین. بله ما درباره اجاره خانه میخواستم از شما یک سوال کنم. ما میخوایم اینجا خانه اجاره کنیم، باید 15% مبلغ ارزش خانه رو باید به صاحب خانه پرداخت کنیم و به اضافه از اون کرایه هر ماه باید پرداخت شود. در این صورت ما میتونیم که مثلا خانه رو در اجاره خود داشته باشیم تا وقتی که خودمون خواسته باشیم و صاحب خانه اجازه نداره دیگه خانه رو به کس دیگه کرایه بده. آیا از نظر شرعی مشکل داره یا نه؟ اولی سوال واضح دیگه. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، همین فقط میسوال. انشالله پاسخ خود دریافت میکنیم. بله تشکر. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. چند سوال دارم که بفرمایید. سوال اولتون؟ ما در کشور انگلستان زندگی میکنیم که هرگاه یک شخص در افغانستان فوت میکنه و برای تسلیت بعد از یک هفته نزد خانوادی آن میت میروند. چون خانوادی آن میت در افغانستان میرود و بعد از این که میت دفن میشه تا وقتی که برمیگردن یک هفته و یا زیادتر میگذره. آیا رفتن نزدشان جایز است و یا امو 3 روز فقط کافی است؟ امو 3 روز اول باید نزدشان رفته شود، اگر بعد از 3 روز میان باید نره آن کسی. درست. سوال بعدیتون؟ بله، اگر زکات طلای زن را شوهر به رضا و رغبت خود بخواهد که بپردازد، چی آن که زن عاید داشته باشه و یا نداشته باشه جایز است یا خیر؟ درست. سوال بعدی؟ اگر کسی خانه به طور مارگیج برای زندگی کردن و خود میگیرد، نه به خاطر اینکه بالا یا تجارت کند به کرا بده، یعنی به کرا نباشه، فقط به خاطر زندگی کردن خود بخواد بگیره، ای جایز است یا خیر؟ چون در اینجا بسیاری را میشناسیم که ملاهای مسجد هستن و میگن که برای گرفتن خود کدام گناهی نداره تا وقتی که بالای آن تجارت صورت نگیره. یعنی خریدن خونه دیگه، درسته؟ یا بله. درست. بله. سوال بعدی؟ تشکر استاد محترم، این سوال داشتم. درست. تشکر میکنم. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنین. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خوب سلامت بفرمایید بیننده گرامی. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ما یه سوالی می‌خواستیم بکنیم. ما تقریبا 100 میلیون پول داشتیم. خب پول داشتیم؟ سال زکات بکنیم. یعنی پول داشتین زکات بدین یا نه؟ مثلا 100 میلیون پول داشتیم. خب یک سال زکات دادیم، سال دوم هم زکات بدیم، سال سوم هم زکات بدیم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه ممنونم، خدا شما رو برای ما نگاه داره، عمر ما رو به عمر شما بکنه. سلامت باشین، خواهش میکنم. تشکر از بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم استاد محترم، با عرض سلام به شما. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. استاد محترم، سوال داشتم که فرض و واجب چی است؟ اصلا واجب بالاتر از فرض است یا پایینتر است؟ همین خود واجب چی است؟ درست. تشکر. با عرض سلام. سوال شما دارید واجب چیه دیگه؟ بله، واجب چی است؟ السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر بیننده گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. من اهل سنت هستیم، خودمون رفتیم به افغانستان. میگم چرا توالت ها اینا یه مقداری میخواستم نصیحت بکنم برادرانو. آب هست، چرا از پر سنگ هست اونجا؟ یعنی با سنگ خودشون تمیز میکنن. این گناه نداره وقتی که آب نیست مثلا با سنگ تمیز میکنن؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟
ان پاسخ دریافت میکنید. سوال واضح. تشکر بیننده گرامی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. سوالی داشتیم در آیدی نماز. بله. نماز فجر. فرض کردیم که من در رکعت یکمی 2 رکعت فرض نماز فجر در بعد از قرائت سوره فاتحه بعد از لفظ آمین ضم سوره کردم از سوره بقره اولش را همون چند آیه اولش را قرائت کردم و در همین رکعت بعد از همون قرائت همون اولی آیت ها با همون 3 آیت آخری سوره را قرائت کردم. یعنی بدون در همون رکعت در یک رکعت در یک رکعت اول این آیا این طرز درست است؟ فقط فرض کردیم تو همون جایی که اولایی که علی هدی من ربهم و اولایی که هم المفلحون درست. و بعد از آن آیه آخر رو بخونید. لله ما فی السماوات را فرض کردم این طرز درست است. سوال دیگه هم دارین؟ اگر همین رو در غیر نماز در بیرون اگر قرائت کنیم در بین همین یگان بسم الله یا اعوذ بالله گفتن درست است یا که به بسم الله و به اعوذ بالله هم ممکن است؟ درست. بیرون از نماز. سوالتون واضح است. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر میکنیم از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم عبدالقدوس دیقان. 2 تا سوال داشتم استاد محترم. سوال اولتون؟ سوال اولم این است که این برادری که در مورد لوازم آرایشی گفت قاچاق میکنم، بعد این لوازم آرایشی از خارج که وارد میشن همشون ژلاتین دارن، اینا گناه نیستن استفادهشون یا نه؟ بعد سوال بعدی این که کسی که مسافر باشه میتونه نماز جماعت بده؟ اگر میتونه کیفیتش چجوری هست؟ بعد یه سوال دیگه هست. بفرمایید. کسی که حواسش نیست غیبت میکنه بعدش متوجه میشه که من گناهی انجام دادم، بعدی باید چی کار بکنه؟ درست. تشکر میکنم شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد یک سوال پرسیدنی بوده من برنامه شما. از اولا سلام علیکم رو بپذیرید. من میخواستم دونم که در هنگام ضم سوره کردن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن جایز است یا نه؟ درست. سوال دیگه دارین؟ سوال دیگری؟ سوال دیگه بله، یک سوال دیگه دارم. من در جای کار میکنم که با عادتا در اینجا زنها نیست کار میکنن و اونها سطر عورت رو اکثریتشون به جا نمیارن و ما در یک جا کار میکنیم. از روی کار ما بعضی گویم که پرسپوس ها گویانه بعضی واخوری ها با اونها هست، چون که اونها همکارانی ما هستن و آیا این چیز درست است از نگاه شرعی نگاه کردن به طرف که سطر عورت ندارن اما جای کارمون همون است؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه استاد بزرگوار، همه متوازن. سلامت باشه. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم. دوباره ببخشید مزاحمتان شدم. جلوتر کدام سوال کرد به خاطر گفت افغانستان رفتم نمیفهم، گفت ما نصیحت کردیم از سنگ و کلوخ استفاده نکنن. اون کاملا اشتباه میگه. درست است که افغانستان مثلا سیستم آبیاری نداره، نمیفهم سیستم های آبش فعال نیست به یه خاطر شاید، ولی اون چیزی که اونا گفتن کاملا غلط است. ما شاگردای رافیزی در افغانستان زیاد داریم، انصاری صاحب اونا رو خوب میشناسن. تشکر، زنده باشین.
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تشکر جناب خدا. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. الان منتظر سوال شرح صحبت شما هستیم. بفرمایید. سلام علیکم. من بینندگان خواهش میکنم وقتی تماس میگیرن منتظر نباشن صداشون از طریق تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیر میاد. همین که تماس گرفتین به صحبتتون ادامه بده لطفا. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من یه دو تا سوال داشتم از شما. بفرمایید. در حادثه ای که اتفاق افتاد در کشور عربستان و در منطقه منا، این پدر ما در اون منطقه در اون حادثه از دنیا سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید برنامه پرسش. ما یه سوال دارم. بفرمایید سوالتون. استاد مهدون خواهش دارم که همه زن شهوت خانه‌داری نیست که برنامه تلویزیونی من متوجه صداتون نمیشم. صداتون خیلی واضح نیست متاسفم. از استاد احترام خواهش دارم که همه در بر مسئله زن شوهر مسئله زن شوهر مثل برنامه تلویزیونی خانه‌داری کن همه درسته یا نه؟ متوجه نمیشم متاسفانه سوالتون. استاد مهربان خواهش دارم. الو. اگر سوالتون واضحه که بعدا تماس بگیرین بهتره، چون من الان متوجه سوال نمیشم و دوباره تماس بگیرین بهتره. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد زبور خوب هستین؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. آسمی هستم از تهران تماس میگیرم. دو تا سوال دارم. سوال اولتون؟ سوال اول این است که یک شخص مثلا یه محل زندگی میکنن اما اونجا مسجد نداره، خب آیا اون شخص عربستان بره بهتره یا که اونجا مسجد درست کنه بهتره؟ سوال بعدی؟ سال دوم اینه که من خودم تهران زندگی میکنم، یعنی اینجا الان سال نو اینجا مثلا عیدی میدن برمان، آیا این حلال است بر ما یا حرام است؟ مثلا من کار میکنم، مثلا برای ما اینا عیدی میدن، ما میگیریم، حالا این پولی که ما میگیریم حلال است یا حرام؟ درست. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. استاد دو تا سوال داشتیم. سوال اولتون؟ سوال اولیمون سقط جنین حدود 3 ماهه کفن و دفن هم دارید یا ندارید؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی تلاوت قرآن خواندن کسی از اقرباش برده باشه و قرآن بخونه ثوابش برای ببخشد به روح اونا میرسد جایش یا نه؟ درست. تشکر میکنم از شما. سوال اولیمون استاد سقط جنین در بیمارستان است، اونم دستی ما نبود، اگه کفن و دفن داشت که ما تقصیر کاریم، گناه داریم یا نداریم، اونا خودشون انداخته سال تشغالی. درست. انشاءالله پاسخ دریافت میکنید. تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید.
آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا آقا امان الله گفتن که آیا انسان میتونه پدر و مادر همسر خود را پدر و مادر صدا بزند و همچنین آیا بوسیدن دست آنها جایز است یا نه؟ در این که پدر و مادر همسر مانند پدر و مادر خود انسان محرم حساب می شوند، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، یعنی محرم هستند دقیقا مانند پدر و مادر و صدا زدنشون به عنوان مادر یا پدر به عنوان احترام اشکال شرعی ندارد. به عنوان احترام اگر باشد به خاطر یک نوع احترام و تکریمی هست، این از نظر شرعی اشکالی ندارد. همه میدونند که پدر و مادر واقعی نیستند، این صرفا یک کلمه احترام هست و اگر به طور مثال عمه یا خاله صدا بزنند، عمو صدا بزنند، باز هم از نظر شرعی اولاتر و بهتر هست از این که اونها رو پدر و مادر صدا بزنند. اما اگر پدر و مادر هم صدا زدن صرفا به خاطر احترام نه به خاطر انتصاب، این از نظر شرعی اشکالی رو در واقع نداره و همچنین بوسیدن دست پدر و مادر جایز هست و هم دست پدر و مادر همسر از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. زن میتونه که پدر شوهر و مادر شوهرش رو دستشون رو ببوسه و همچنین مرد میتونه که مادر زن و پدر زن خود رو دستشون رو ببوسه. از نظر شرعی محرم هستند و به خاطر احترام و اکرام بوسیدن دستشون هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. آقا فرید گفتن که یک نوع اجاره خونه است که باید 15% از مبلغ ارزش خونه را به صاحب خونه بدین و هر ماه کرایه خونه بدن که اجازه خروج از خونه به عهده خود کسی است که خونه رو اجاره کرده است و این کار مشکل شرعی داره یا نه؟ از نظر شرعی جایز هست که صاحب خونه رهن بگیرد، یعنی برای این که تضمین بشود که به اصطلاح مستاجر سر وقت حقوقش رو یعنی کرایه خونه رو پرداخت می‌کند یا اینکه ضرر و زیانی به منزل نزند و به صورت بهتری از منزل نگهداری بکند. از نظر شرعی جایز هست که یک چیزی رو صاحب خانه رهن بگیرد، الان یک پول نقدی باشد یا یک کالایی باشد یا هر مورد دیگر، این رو رهن بگیرد پیش خودش نگه دارد تا زمانی که مستاجر از خانه بیرون می رود. اگر ضربه‌ای رو وارد کرده بود یا تأخیر کرده بود در پول آب و برقش یا کرایه نداده بود، می تواند از این مبلغ کم بکند. اما از نظر شرعی برای صاحب خونه جایز نیست که از این مبلغ و از این رهن استفاده بکند. این یک مطلب هست. و مطلب دوم که در صورتی که یک مبلغی رو به عنوان به طور مثال 15% از قیمت ملک رو به عنوان رهن میگذارند و در مقابل یک اجاره معقولی رو میدن، این از نظر شرعی اشکالی ندارد که اجاره همون اجاره اصلی هست، اجاره معقولی هست. اگر اینکه چه رهن بدهد یا رهن ندهد، اجاره خونه همون چیزی هست که مشخصه و در بازار یک نرخ مشخصی رو داره. به خاطر این که طرف رهن گذاشته اجاره خونه بالا پایین نرود.
این از نظر شرعی اشکال ندارد، جایز هست که رهن بگذارد و در مقابل در واقع اجاره خونه رو هم پرداخت بکنند. اما این که رهن بگذارد و در مقابل اصلا کرایه خانه پرداخت نکند، یا این که یک کرایه خونه یعنی فقط به صورت یک حیله ناشرعی باشه به خاطر فرار از این که این مورد حرام هست اینو بخوان حلال بکنن، یک مبلغی که اصلا خونه رو به این مبلغ کسی کرایه نمیده، این در واقع یک نوع حیله‌ای هست که از نظر شرعی جایز نیست. و اگر واقعی باشه یعنی یک رهنی رو بگیرن در مقابل یک کرایه واقعی رو بگیرن، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در منطقهشون در افغانستان وقتی کسی فوت میکنه بعد از یک هفته هم برای تسلیت به نزد خانواده میت میرن، یعنی به جای بعد از 3 روز حتی بعد از یک هفته هم میروند. آیا این کار جایزه یا نه؟ از نظر شرعی تسلیت گفتن به صاحب میت یک امر مستحبی هست و یکی از حقوق مسلمانان هست. اگر کسی دچار مصیبتی شد مسلمانان دیگر با اون باید همدردی بکنند و حداقلش این است که تعزیت بگویند و تسلیتی بگویند به اون طرفی که مصیبتی بر اون وارد شده. اما مراسمی که گرفته می شود به عنوان 1 هفته و 44 ماه و خرجه هایی که در این زمینه می شود و کارهای بدعتی که در این زمینه انجام می گیرد و ختم قرآنی که انجام می دهند و پولی که تقسیم می کنند، اسقاطی که می دهند، اینها از نظر شرعی همشون ناجایز و حرام هست. و تعزیه شرعی روشش این است که حتی با یک تلفن شما می توانید زنگ بزنید، اظهار همدردی بکنید، تعزیت بگویید، برای میت دعا بکنید. اگر نزدیک هستند می توانید که در مسجد دیدید از تعزیت گفتید، اشکالی نداره، تعزیتتون قبول هست و از نظر شرعی دینی رو که برگردن شما هست اونو ادا کردید. اگر در منزل بود شما هم توانستید برید در منزل اون پیش خودش تعزیت بگویید، این از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست. اما مراسم گرفتن و وقت تعیین کردن که 1 هفته باشه، 2 هفته باشه، 44 ماه باشه، مردم هی بروند و بیان به عنوان اینکه تعزیت میکنن، این تعزیتی در واقع نیست و خودش یک مصیبت چه بسا بزرگتر از مصیبت خود فوت عزیزی باشه که کسی از دست داده. این جمع شدن ها و این مراسم گرفتن ها از نظر شرعی اشکال داره و زندگی رو بر مسلمانان سخت میکنن. اما اصل تعزیت گفتن از نظر شرعی مجاز، جایز، الفاظ شرعی دارد، دعای شرعی دارد که شما برای میت دعا بکنید، برای باقی ماندگان و وارثان میت دعا بکنید. اما هر کجا که دیدید، با تلفن باشه، با یک پیام تلفنی باشه، اگر پیام دادید، زنگی زدید یا خودتون رفتید یا پیامی رو با یک فردی فرستادید، در مسجد دیدید، بعد از 3 روز باشه، بعد از 10 روز، هر وقتی که دیدید ملاقات کردید، از نظر شرعی اشکالی ندارد و تعزیه گفتن مباح و جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده باید پرسیدن که زکاتی که به طلای زن تعلق میگیرد اگر شوهر خودش بخواهد که این زکات را پرداخت بکنه در حالی که زن هم پول دارد جایز است یا نه؟ بله، در این صورت اشکالی ندارد. وقتی که زن و شوهر با هم دیگر توافق بکنند یا مرد به رضایت خودش میخواد که طلای همسرش رو زکاتش رو پرداخت بکند با اطلاع خود اون فرد، از نظر شرعی این زکات معتبر هست، یعنی زکات ادا شده و اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. تفاوتی نداره که زن غیر از طلا مال دیگری داشته باشد، پول نقد داشته باشد یا نداشته باشد. اگر شوهر یا هر کسی دیگر بخواد به جای کسی دیگر با علم و اطلاع اون فرد زکاتش رو پرداخت بکند، از نظر شرعی اشکالی نداره و زکات پرداخت می شود. بیننده برای گفتن که خریدن خانه برای زندگی جایز است یا نه؟ خریدن خانه برای زندگی که قطعا که جایز هست، اما قصد تجارت نداشته باشه. منظورشون این بود که حتما این خونه رو از بانک بگیرند، که شاید برخی فتوا دادند که از بانک میتونند که وام بگیرند یا یک شرکتی دیگری با بانک قراردادی میبندد یا بانک با یک شرکت قرارداد میبندد از یک طرف و از یک طرف دیگر با مشتری قرارداد میبندد و پول این خونه رو بانک پرداخت میکند به شرکت و شما به بانک پرداخت میکنید. این از نظر شرعی اشکال داره، بیعتین فی بیعه هست و ربا محسوب می شود. و در صورتی که صاحب خونه خود بانک باشد
و بانک این رو خریده باشد و شما فقط با بانک معامله میکنید، این از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست. اما اینکه دو سه شرکت در وسط باشند و دو معامله در وسط در اینجا باشه، بانک یک معامله رو با صاحب اون شرکت و با شرکتی که خانه رو داره یک قرارداد رو در واقع امضا میکنه و یک قراردادی رو با شما امضا میکنه، شما هم از یک طرف با بانک قرارداد امضا میکنی یا از یک طرف با شرکت قرارداد امضا میکنید، این همان بیعتین فی بیع هست که از نظر شرعی جایز نیست و جزء موارد ربا شمرده می شود. اما در صورتی که خانه ملک بانک باشد، بانک به صورت اقساطی با قیمتی بالاتر به شما میدهد، تفاوتی نداره چه برای سکونت اینو شما بخرید یا برای تجارت بخرید، هر دو مورد جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پولی داشتن که به حد زکات رسیده بوده و یک سال هم زکات اون را ادا کردن، آیا این یک سال کافی یا هر سال باید زکات بده؟ زکات هر سال لازم هست. اگر کسی مالی رو دارد و این مال در اختیارش هست و اون رو ذخیره کرده، تفاوتی نداره که طلا باشد یا پول نقد باشد، 85 گرم طلای 24 عیار یا معادل آن پولی باشد که انسان اون رو داشته باشد، به دو شرط بر آن زکات واجب هست. شرط اول این است که به نصاب شرعی برسد، یعنی معادل 85 گرم طلای 24 عیار برسد، و شرط دومش این است که یک سال کامل بر آن بگذرد و یک سال که زکاتش رو دادید، یک سال دیگر از آن لحظه‌ای که شما زکاتش رو دادید یا زکات یک سال شده، از آن سال بعدی شروع می شود. یک سال دیگر که بگذرد دوباره باید زکاتش رو بدهید. تا زمانی که این پول نزد شما هست، هر سال و همه ساله باید زکاتش رو بدید، مگر در صورتی که این پول از مبلغ زکات و نصاب کمتر باشه. از مبلغ نصاب کمتر باشه. امسال این پول رو شما داشتید 100 میلیون بود، الان این پول رو در وسط سال یک مرتبه زکاتش رو دادید و در وسط سال اینو مصرف کردید و اون باقی مانده پولی که مونده بود، فرض کنیم 10 میلیون باقی مونده بود که به حد نصاب زکات نمیرسه، در این صورت زکاتی بر اون نیست. یا این پولی رو که امسال شما زکاتش رو دادید، در وسط سال بعدی شما اینو تبدیل به فرض کنیم برای خودتون خودروی خریدید یا خونه خریدید یا اینو مصرف کردید، در اون صورت لازم نیست. اما در صورتی که آن پول به اندازه زکات نصاب همچنان باقی هست، همه ساله باید زکاتش رو پرداخت بکنید و زکاتش 2.5% هست که سال به سال باید پرداخت بشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد فرض و واجب پرسیدن که به خصوص در مورد قضیه واجب گفتن که چیست و آیا واجب از فرض بالاتر است یا نه؟ فرض و واجب اینا از اصطلاحاتی هستند در اصول فقه. از نظر جمهور علما بحث فرض یا واجب یا مکتوب کتب علیکم اینها تمام یک چیزی هستند، این الفاظ مترادفی هستند و یک معنی مشخص و واحدی رو دارند. این نظر جمهور علما و اصولیان اهل سنت و الجماعت هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین یک نقل قولی از امام احمد رحمت الله علیه هم در این زمینه وجود داره که یک تفاوتی رو قائل شدن در میان فرض و در میان واجب. از دیدگاه عموم اصولی ها فرض یا واجب یا مکتوب به یک امری گفته می شود که از جانب شارع بر سبیل الزام صادر شده، یعنی یک امر حتمی و قطعی که از طرف شارع هست، از جانب الله و رسول است که مسلمان حتما باید آن را انجام بدهد. اگر انجام داد مصاب هست، بهش ثواب میرسد و اگر انجام نداد گناهکار هست و مجازات می شود. این تعریف فرض یا واجب هست از دیدگاه عموم علمای اصولی اهل سنت و جماعت. فرض یا واجب یعنی آن چیزی که الله متعال بر ما لازم گردانیده که حتما باید انجام بدهیم، اگر انجام ندادیم گناهکاریم و موجب عقاب دنیوی یا عقاب اخروی می شود. این تعریف فرض هست از دیدگاه عموم اصولی های اهل سنت و جماعت که در باب اصول فقه مطرح شده. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام احمد بنابر روایتی که در این زمینه وجود دارد، یک نوع تفاوتی رو قائل شدند که فرض به مواردی گفته می شود که دلیلش یک دلیل قطعی باشد، دلیلش یک دلیل قطعی باشد، و واجب به مواردی گفته می شود که دلیلش یک دلیل ظنی باشد.
یعنی با توجه به نوع دلیل خود اسم اون مسئله رو هم تغییر دادند که فرض هست یا واجب هست. مواردی که دلیلش قطعی هست مانند بحث فرض کنیم وجوب نماز هست، وجوب روزه هست، وجوب زکات و بقیه ارکان اسلام هستند. خب اینا دلیلشون قطعی هست، در قرآن وجود داره، هیچ گونه شک و شبهه‌ای و ظن و گمانی در موردشون نیست، یعنی 100% بدون اینکه 1/100 هم در موردشون اختلافی باشه، احتمالی هم که باشه وجود نداره. اینو گفتن این معنیش هست که این فرض هست. اما مواردی رو که با دلیل ظنی ثابت شدند، یعنی با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شدند، اینها رو گفتند که واجب هست. اینا رو در تقسیمات گفتند که واجب هست، یعنی یک درجه از فرض از در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درجهش کمتر هست، یعنی فرضیتش فرض که هست، واجب که هست، لازمی هست، اما در حد فرضیت نماز به طور مثال نیست. و مثال برای واجب در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مانند نماز وتر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید زیادی رو کردند، یا مانند بحث قربانی هست که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب هست. این به خاطر نوع دلیلشون هست. این دو مورد چون که دلیلش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بدین خاطر این جزء موارد ظنی هست و اینو گفتند که واجب هست. اما مواردی که از قرآن و با دلیل قطعی ثابت شده اونو گفتند که فرض هست. اما از نظر واقعی وقتی که نگاه میکنیم این یک اختلاف لفظی هست، یعنی یک اختلاف تنوع از اختلاف تضادی نیست، یعنی تأثیری در احکام شرعی و بر روی فرد مسلمان ندارد. هم از دیدگاه احناف هم از دیدگاه غیر احناف واجب و فرض به اون چیزی گفته می شود که انسان اگر انجام بدهد ثواب دارد و اگر انجام ندهد در واقع شاید گناهی رو مرتکب شده و مستوجب عذاب هست. این از نظر همون گونه که فرض رو باید انجام بدهند، واجب رو هم باید در واقع انجام بدهند. این یک نوع تفاوتی است که با توجه به نوع دلیل هست و اثری رو در زندگی روزمره ما ندارد. به این خاطر این اختلاف یک اختلاف فقهی هست و قول راجح تر در این زمینه این است که فرض و واجب از نظر شرعی هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. وقتی که در قرآن کریم یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در اقوال علما موردی اومده که فرض هست، یعنی این که یا واجب هست یا مکتوب هست، یعنی این که بر انسان مسلمان لازم هست که حتما این مورد رو در واقع انجام بدهند. این یک نقطه دیگر این که این اصطلاحاتی که ما در این زمینه داریم که فلان چیز فرض هست، فلان مورد در واقع واجب هست، فلان مورد سنت هست یا مستحب هست یا جزء آداب هست، یا فلان مورد مکروه هست، مکروهش تنزیهی هست یا تحریمی هست یا حرام هست، این موارد اسمایی که و احکام شرعی که صادر می شود، اینها با توجه به نوع دلیل هست و با توجه به اهمیت یک حکمی رو در واقع و یک عملی رو از نظر شرعی ثابت میکنه. انسان مسلمان باید وقتی که میخواد پایبند دین باشد تمامی موارد رو باید مراعات بکند، این هم فرایض را و هم واجبات را و هم مستحبات را و هم سنن را، سننی که مؤکده هستند و غیر مؤکده هستند و بقیه مواردی که جزء آداب هستند، انسان باید سعی بکند که بر همه عمل بکند تا اینکه دینش یک دین در واقع کاملی بشه. اما اگر یک فردی اومد یک سنتی رو ترک کرد یا یک مستحبی رو ترک کرد از نظر شرعی، آیا شما حکم میکنید که فلان فرد گناهکار شده؟ میگه نه، گناهکار نیست. به چه دلیل؟ زیرا که این احکام از نظر شرعی متفاوت هستند. کاری رو که این فرد ترکش کرده در حد فرض یا واجب نبوده، پس بنابراین گناهکار نیست و هیچ گناهی برگردنش باقی نمیماند. اما انسان باید سعی بکند تا جایی که ممکن هست با قطع نظر از این که فلان حکم واجب هست یا فرض هست یا سنت و مستحب هست، تمام احکام شرعی رو باید مراعات بکنند و انجام بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی پرسیدن که من سوالشون رو اینجوری یعنی میپرسم، در جایی که آب وجود دارد برای طهارت، آیا استفاده از سنگ جایز است یا نه؟ با کدام آب است؟ بله. از نظر شرعی تفاوتی در واقع نداره، یعنی هم استفاده از سنگ جایز هست، یعنی در موردی که آب وجود نداشته باشه کسی از سنگ استفاده بکنه یا از موارد دیگر مانند دستمال کاغذی یا موارد دیگر استفاده بکند، یعنی این که طهارتش کامل هست، ولو این که آب استفاده نکند. اگر کسی صرفاً با سنگ و کلوهی خودش رو در بیابان هست خودش رو پاک کرد یا با دستمال کاغذی و مواردی از این قبیل خودش رو پاک کرد و بعد رفت وضو گرفت، یعنی استنجا نکرد، یعنی محل خروج نجاست رو با آب نشست، باز هم وضوش از نظر شرعی درسته، هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. اما استفاده کردن از آب اولاتر و بهتر هست.
اگر یک کسی در بیابان هست مجبور بود که با دستمال کاغذی و ماردی از این قبیل خودش را پاک بکند و آب هم بود، اولاتر و بهتر این است که هر دوتا رو با هم دیگر استفاده بکند، هم از آب استفاده بکند یا اینکه برای اینکه مطمئن تر باشد. اما اگر کسی از آب تنها استفاده کرد هیچ اشکال شرعی وجود نداره، فضیلت رو در واقع حاصل کرده. و در زمان قدیم چه بسا در جایی که مردم برای قضای حاجت میرفتند آب وجود نداشته، مجبور بودند که از سنگ و کلوخ استفاده بکنند و بعد از این میرفتن سر نهری به طور مثال استنجا میکردند. اما الان که این موقعیتی برای استفاده آب برای همه فراهم هست و بهترین طهارت هست، کاملترین طهارت هست و جایی برای شک و وسواس باقی نمیماند، قطعا استفاده کردن از آب اولاتر و بهتر هست. و اصل این طهارت برای این است که انسان پاک بشود و مطمئن باشد که نمازی که بعد از آن میخواند نماز درستی هست، وضوش درست بوده و صحیح است. و وقتی که با آب استفاده بکنه مانند کسانی که در مسجد قبا بودند و الله متعال اونها را ستوده، این اولاتر و بهتر است که با آب استفاده بکنند. و در موردی که استفاده از سنگ مورد یعنی اذیت و آزار مردم میشود، موجب مزاحمت، ایجاد مزاحمت برای مردم میشود، این سنت نیست که انسان اصرار داشته باشه که حتما از سنگ و کلوخ استفاده بکنه. کاری رو که آب میکند دقیقاً همان کاری هست که سنگ و کلوخ انجام میدهد به طریق اولا و بهتر و کاملتر. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی یک نوع از روشی که خودش در نماز انجام میده سوال کردن، گفتن که بخصوص در نماز صبح، گفتن در رکعت اول نماز فجر بعد از خواندن سوره فاتحه ضمن سوره آیه اول بقره را میخواند و بعد از آن 3 آیه آخر بقره را میخواند. آیا این کار درست است یا نه؟ و گفتن اگر این کار را در غیر از نماز انجام بدم بسم الله الرحمن الرحیم و یا اعوذ بالله گفتن میخواد یا نه؟ در وقتی که انسان تلاوت میکند قرآن را تفاوتی ندارد که از اول سوره باشد یا از جای دیگری باشد، به عنوان تلاوت قبول هست. چه چند آیه باشند، چه به ترتیب باشد یا غیر ترتیب باشد، از مواردی رو که حفظ از بخواند از نظر شرعی اشکال ندارد. و همان گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این در واقع کفایت میکند وقتی که در وسط سوره هست و لزومی نیست که بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند. و در یک رکعت جایز هست که انسان چند سوره را بخواند. در یک رکعت جایز است که انسان چند سوره را بخواند و این ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابتدا سوره بقره را خوندند و بعد از آن سوره نساء را خوندند و دوباره برگشتند و سوره آل عمران را خوندند. پس بنابراین اگر کسی در هنگام نماز یعنی ترتیب سوره ها رو در یک رکعت مراعات نکرد از نظر شرعی اشکال چندانی نداره، گرچه اولاتر و بهتر این است که به همین ترتیبی که امروزه وجود داره به همین ترتیب بخواند، این اولاتر و بهتر است. اگر خلاف ترتیب خواند بازم از نظر شرعی اشکالی رو نداره. اما ترتیب یک سوره، این آیات در یک سوره این توقیفی هست، این از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، من به خاطر روایتی که در این زمینه از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شد از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که هرگاه آیه نازل میشد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور میدادند که این آیه را در فلان جا بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدهید. این ترتیب آیات در سوره ها توقیفی هست، این توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام شده و حضرت جبریل علیه السلام در آخرین سالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بودند 2 بار قرآن را به همین ترتیب یعنی ترتیب آیات رو به همین ترتیبی که امروزه وجود داره این رو در واقع برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندند و با هم دیگر این رو تکرار کردند. اما ترتیب سوره ها این توقیفی نیست، یعنی ترتیبش از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده و این در واقع اجتهاد اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. پس بنابراین اگر کسی در نماز یعنی سوره ها را بدون ترتیب خوند از نظر شرعی اشکالی نداره، اما باید سعی بکنند که آیات را حتما با ترتیب بخونند. اما اگر کسی در واقع خودش یعنی به اندازه میخواست که نمازش طولانی باشه و یک سوره را به صورت کامل بلد نبود، به طور مثال سوره از بقره را از ابتداش حفظ بود، در وسط حفظ نبود، در آخر حفظ بود، برای اینکه میخواد که نمازش طولانی بشه باز هم اشکال شرعی ندارد، میتواند که از هر جایی که حفظ هست آیاتی رو بخواند. این انشاءالله که ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که لوازم آرایشی که از خارج میاد وارد کشور میشه ژلاتین دارن، استفاده از آن گناه دارد یا نه؟
مواردی که یعنی ژلاتین هست و که معمولا به عنوان یک سری مواد نگهدارنده از اون استفاده میشه از ژلاتین، این از نظر شرعی استفاده از اونها یعنی اشکال شرعی ندارد و جایز هست. یعنی لوازم آرایشی و مواد آرایشی که ژلاتین حیوانی در اونها وجود داشته باشه، زیرا که اساسا اینها تحلیل میشوند و تغییر ماهیت میدهند. یعنی اون حالت اصلی رو که در قبل از اینکه تبدیل بشود به این ماده جدید، این فعلا اون خاصیت رو نداره، نه بوی اون رو دارند، نه این که رنگش رو دارند و نه طعمش رو دارند، بلکه استحاله شده و تبدیل به یک ماده جدید شده و احیانا این مورد با یک سری موارد شیمیایی هم همراه هست که کلا تغییر حالت و ماهیت میدن. این نوع ژلاتین ها رو استفاده کردنش از نظر شرعی جایز هست و اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. آیا مسافر میتواند امام شود بر غیر بر مقیم؟ بله، مسافر یعنی میتواند امام بشود و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرزندان ابی ملیکه را که اومده بودند در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که میخواستند بازگردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم بیشان فرمودند که اذنا و اقیما ولیؤمکما اکبرکما، وقتی که شما در سفر هستید باز میگردید به شهر خودتون، اذان بگویید و اقامه بگویید و یعنی نماز را با جماعت بخوانید و اون کسی که از شما دو نفر بزرگتر هست اون پیش نماز بشود. نماز جماعت در سفر برای فرد جایز هست، نه که جایز هست بلکه حکم نماز جماعت در سفر دقیقاً همان حکمی هست که در حضر وجود دارد. وقتی که شما چند نفر هستید و در سفر برای شما میسر هست که نماز جماعت را بخوانید، این اولاتر و بهتر است به خاطر کسب ثواب بیشتر که 25 درجه یا 27 درجه هست. حتما نماز جماعت را بخونید و شخص مسافر هم میتواند که امام باشد. بالفرض در یک جایی رفتند، فردی مسافر هست، این اعلم هست و تقواش بیشتر هست و علم و دانشش بیشتر هست، یا اینکه افرادی که در اونجا هستند مقیم هستند دوست دارند که این فرد امامشون بشود، از نظر شرعی اشکال ندارد این فردی که مسافر هست مقیم بشود و همون نماز سفر را بخواند. فرض کنید نماز عشا هست، 4 رکعت رو کامل نخواند، همون 2 رکعت خودش رو بخواند و بقیه مقتدی هایی که مقیم هستند اونا بلند بشوند و 2 رکعت دیگر رو کامل بکنند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خیلی وقتا رخ میده که حواسشون نیست و غیبت میکنن، در این حالت چه کار کنن که بخشیده بشه؟ در این شکی وجود نداره که غیبت یکی از گناهان کبیره هست و تعدی به حقوق دیگران هست. در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تهدید و وعید بسیار زیادی در این زمینه وارد شده و یکی از گناهان کبیره شمرده می شود و انسان باید سعی بکند که در این زمینه حتما مراعات بکند، زیرا که این سبب می شود که شما اون فردی را که غیبتش را می کنید در واقع شما نیکی های خودتان را 2 دستی تقدیم کردید به آن فردی که در مجلس شما بدگویی می شود، شما بدگویی می کنید یا راضی هستید که بدگویی بشود و شما نشستید گوش می کنید، یعنی این که شما گوشت برادر مسلمانتان را دارید می خورید و ثوابه ها و کارهای نیکتان را در واقع تقدیم می کنید به اون فرد، زیرا که در روز قیامت تمام حساب و کتاب و حقوقی که انسان ها بر یکدیگر دارند بر اساس و معیار اعمال صالح انسان محاسبه می شود. یعنی اگر کسی در دنیا از شما طلبی داشته باشد و در دنیا شما را معاف نکرده باشد، شما طلبش را پرداخت نکرده باشید، در روز قیامت از اعمال نیک شما برمی‌دارند به اون طرف میدهند و اگر شما اعمال نیکی رو نداشته باشید، از گناهان اون طرفی که شما غیبتش را کردید، در حقش ظلم و تعدی کردید، گناهان اون رو برمی‌دارند بر دوش شما در واقع میگذارند و این بسیار سخت و اندوهگین خواهد بود که افرادی دیگر به خاطر نماز و روزه‌ای که شما خواندید به بهشت بروند و به خاطر گناهانی که دیگران انجام دادند بر دوش شما انداخته بشوند و شما به جهنم بروید. پس بنابراین انسان باید همیشه این مورد را مراعات بکند و همان گونه که عرض کردم یک گناه هست و گناه کبیره هست و جز حقوق عباد هست و در مورد حقوق عباد توبه کردن به صورت کلی 3 شرط اساسی دارد. این که انسان از گناهی که انجام داده دست بکشد، بر گذشته خودش پشیمان بشود و الان تصمیم و بگیرد و عزمش را جزم بکند که در آینده دوباره این کار را انجام نمیدهد. این به صورت کلی 3 شرط اساسی توبه هستند. یک شرط دیگه
دیگری توبه دارد که اگر این گناهی که شما انجام دادید در مورد حقوق بندگان هست، حقوق انسانی رو شما ضایع کردی، حتما بعد از اون طرف بروید و معافیت و حلالیت طلب بکنید. رفتید بگید فلانی اگر فتنه بزرگتری ایجاد نمیشد، فلانی ما غیبت تو را کردیم، بدگویی کردیم و الان پشیمان هستین، تو شما ما را حلال بکن. اگر حلال کرد که فبها و نعمه. اما راه درستش این است که همراه با این که انسان طلب معافی میکند از طرفی که و از فردی که غیبتش را کرده، بهترین است که در کنار طلب معافی بارش دعا بکنیم. در همان جاهایی که رفتیم بدگویی کردیم برویم خوبیش را بیان بکنیم و به مردمی که بدگویی رو شنیدند از ما بریم بگیم ببخشید ما اشتباه کردیم، ما یک حرفی رو که نادرست بوده در مورد برادرمون زدیم، برادر مسلمان ما این گونه نیست. و به جای این که در هر جایی که بدگویی کرده برود از نیکی‌هایش و از خوبی‌هایش تعریف بکند و در کنار این دعا بکند به بارگاه الله متعال که الله متعال پروردگار من گناهی رو انجام دادم در حق برادر مسلمانم، مرا معاف بکن، از گناه من درگذر. و همچنین برای اون کسی که غیبتش را کرده هم دعای مغفرت بکند. در این زمینه روایاتی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده که برای اون کسی که شما غیبتش را کردید در کنار مواردی که عرض کردم برایش طلب مغفرت و دعای خیر بکنید. ان شاء الله که این دعای خیر شما و طلب مغفرت شما به یک گونه در حد آن غیبتی باشد و گناهی که شما در حقیقشان انجام دادید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی باز سوالشون در مورد ذم سوره از گفتن که هنگام ذم سوره کردن آیا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن جایز است یا نه؟ جایز هست، به اتفاق علما این جایز هست و مستحب است که شما بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در ابتدای سوره و در ابتدای سوره فاتحه در نماز و هم بعد از سوره فاتحه در ابتدای آغاز سوره دیگری که میخواید بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم بگویید. اما اگر عرض کردم که مستحب هست، اما اگر ترکش کردید هیچ گونه اشکال و گناهی یا نقصی در نماز شما به وجود نمیاد. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که در جایی که سر کار میکنن زنها هم هستن که مشغول به کار هستن و از نظر شرعی ستر عورت نمیکنن، حجاب را رعایت نمیکنن. کار کردن در این جاها و صحبت کردن یا نگاه کردن به زنها در سر کار چه کنه؟ در جایی که یعنی انسان مجبور هست که یعنی در جایی که محل کارش هست یا زنها رفت و آمد دارند یا این که اساساً زنهای همکارشون هستند، تا جایی که برایشون ممکن هست باید مراعات بکنند. فاتقوا الله ما استطعتم. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقتی که من شما رو دستور دادم یک کاری رو انجام بدید تا حد توان و تا جایی که ممکن هست شما اینو مراعات بکنید. اما اون چیزی که در حد توان شما نیست یا اینکه نمیتوانید مراعات بکنید از دست شما خارج هست، اون رو الله متعال مؤاخذه نمیکند. اما نگاه با نامحرم، خصوصا نگاهی که همراه با تصور و همراه با نگاه بد باشه، این از نظر شرعی گناه محسوب می شود و انسان باید از این گونه موارد پرهیز بکند. اما نگاهی که ناچار هست و بدون اختیار هست و بدون منظور هست و بدون اراده نگاه فرد به یک فرد به زن دیگر و فرد نامحرم می افتد، اون را الله متعال مؤاخذه هم نخواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن اهل افغانستان هستن و در تهران زندگی میکنن. گفتن که سوالشون این بود، اینه که در شهری که مسجد وجود ندارد آیا انسان زندگی بکند یا نه به جایی برود که در آنجا مسجد وجود دارد مثل عربستان؟ در جایی که مسجد وجود ندارد از نظر شرعی انسان نماز جماعت از اون ساقط نمی شود. یعنی حتی همسایگانی که هستند یا حتی افرادی که در یک منزل هستند زندگی میکنند از نظر شرعی اگر که چند نفر هستند میتوانند نماز جماعت بخونند و انشاءالله نماز جماعتشون از نظر شرعی جایز هست و نه اینکه جایز هست بلکه ثواب نماز جماعت را انشاءالله دریافت خواهند کرد. و در جایی که یعنی بقیه احکام و شعائر اسلامی رو انسان میتواند انجام بدهد و مسجدی وجود ندارد که برای اینکه نماز جماعتی خوانده بشود یا مسجد دور هست نمیتواند که به نماز جماعت برود، در این موارد جایز هست که شما در اون شهر زندگی بکنید و در حد توان خودتون در محله خودتون در خونه خودتون یا چند نفری که دور بر شما هستند با اونها نماز جماعت رو بخوانید و انشالله که ثواب نماز جماعت هم بهشون خواهد رسید. انشالله. جزاکم الله خیر. و سال بعدی بیننده گفتن که الان نزدیک سال نو هست و خیلی به آنها پول میدهند به عنوان عیدی. آیا گرفتن این پول ها حلال است یا حرام؟
این عیدی نیست و عیدی غیر از عید سید قربان و عید فطر وجود نداره. فقط 2 تا عید ما داریم در شریعت اسلامی و اطلاق جشنهای دیگر و مراسم دیگر را به عنوان عید از نظر شرعی اطلاق این نام بر اونها اشکال شرعی داره و درست نیست و عیدی که ما داریم و شرعی هست صرفا عید قربان و عید فطر هستند. اما به مناسبت های دیگری که وجود داره، به مناسبت بهار یا به مناسبت نوروز یا به مناسبت سال نو میلادی یا شمسی اگر هست، اگر به شما هدیه رو دادن از نظر شرعی جایز هست، می توانید که چون این هدیه رو قبول بکنید. سعی بکنید هدیه ندهید، یعنی به مناسبت این که عید هست و باید هدیه بدهید. اما اگر کسی به شما هدیه داد از طرف خودش، برای شما هم جایز هست و می توانید که چون این هدیه رو قبول بکنید. این اشکال شرعی و گناهی برگردن شما نیست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که جنین 3 ماهه‌ای داشتن که سقط شده و در بیمارستان، البته که دست خودشون هم نبوده. گفتن که آیا جنین 3 ماهه کفن و دفن داره یا نه؟ اگر که در اختیار خودشون هست، این رو در واقع میتوانند که در پارچه‌ای بپیچند و دفنش بکنند و بقیه مراسمی لازم نیست. یعنی نه غسلی لازم هست و نه نماز جنازه‌ای چیزی لازم نیست. صرفا اون رو در پارچه بپوشانند و اون رو دفنش بکنند و اگر از طرف بیمارستان این کار رو انجام میدن که باز هیچ اشکالی نداره و اگر انجام ندادن برگردن شما هیچ گونه گناهی و ملامتی برگردن شما نیست. اما چون که جزء آدمی هست، اگر که در اختیار شما قرار دادن، اون رو در پارچه بپیشید، نه به عنوان کفن بلکه در یک پارچه اون رو بپیشید و چون که عضوی از اعضای انسانی هست و جدا شده از بدن انسان هست، این رو دفن بکنند. جزاکم الله خیر. به سوال بعدی برنده گفتن که آیا ثواب قرآن خواندن به مرده میرسد یا نه؟ از دیدگاه یعنی قرآن و سنت، وقتی که ما نگاه میکنیم به قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین سنت عملی و سیره عملی رسول الله و صحابه، میبینیم که در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و شخصیشان چیزی به عنوان ختم قرآن مرسوم نبوده که برای میت قرآن بخوانند و این را هدیه بدند یا ایصال ثواب بکنند برای مردگان. و بهترین راه ایصال ثواب و نفع رسانیدن برای مردگان همان چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما تدوین کردند و مشروع قرار دادند. ایشون فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. از ما خواستند که برای مردگان خودمون دعا بکنیم، یا دعای ورود به قبرستان یا به صورت کلی طلب مغفرت و طلب بخشش برای مردگان از نظر شرعی جایز هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان از دنیا می رود اعمالش قطع می شوند مگر در 3 مورد: علمی که بعد از خودش به جا گذاشته، یا صدقه جاریه‌ای که بعد از خودش به جا گذاشته، یا او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکار و صالحی که بعد از پدر و مادرش برای پدر و مادرش دعای خیر بکنند. بالاترین موردی که جز ایصال ثواب هست صدقه دادن برای میت و اولاتر از همه چیز دعای خیر هست برای مردگان، هم از این که پدر و مادر باشند یا خویش و قوم باشند یا عموم مسلمانان باشند. اما تلاوت قرآن به عنوان این که ختم قرآن بگیرند یا سوره فاتحه و سوره حمد رو 3 مرتبه بخونند به روح مردگان ببخشند، این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و بهتر این است که ما اکتفا بکنیم به همان مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان دعا می‌کردند. همیشه شبها می‌رفتند وقتی که نوبت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود، می‌رفتند به زیارت قبرستان بقیع و برای مردگان دعا می‌کردند. در هیچ موردی از این موارد ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان فاتحه بخوانند یا سوره توحید رو 3 مرتبه بخوانند یا اینکه ختمی بگیرند برای یکی از عزیزان و صحابه که از دنیا رفتند. این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. پس بنابراین بهتر است که ما این موارد رو ترک بکنیم. گرچه برخی از علما به خاطر کلیاتی که هست اینو قیاس کردن بر موارد دیگر، قیاس کردن بر دعا، قیاس میکنند بر صدقه دادن یا بر حج و عمره، اینو قیاس کردن. اما اولاتر و بهتر این است که همان موردی که در زمان رسول الله به عنوان ایصال ثواب بوده ما به همان اکتفا بکنیم، تنها دعا بکنیم یا
عمره برویم برای مردگان خودمون، حجی رو انجام بدهیم یا اینکه صدقه ای رو بدهیم، اینا بهترین راه برای ایصال ثواب هستند. اما تلاوت قرآن، ختم گرفتن از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان ثابت نیست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بیننده را پخش بکنن. بله، با عرض سلام. من خانم مجاهد هستم، از شهر مزار شریف به تماس شدیم. من میخواستم در تلویزیون صالح حق بسیار زیاد تشکری کنم. سوال شرعی دارم، این است که شوهر مدت 3 سال است که همراه خانواده خودش گپ نمیزنه و هر کس رو حتی خانوادهش منو ملامت میکنه، با وجود ازی که من نمیفهم بین خانواده ما شوهرم چی مشکلاتی به میان آمده و اونا چی باعث شده که از خانوادهشون جدا شده و به خاطر هر کس منو ملامت میکشه و من همیشه پیش خود گناهکار احساس میکنم که آیا ما باعث شده باشیم که ناگناهکار بشیم. اما ما از خداوند خود میخوایم که یا را هدایت بده و آشتی شوند، اما شوهرم به گفت من نمیکنه و هیچ جا خواستی نمیشه. من میخواستم بگویم که به این باره من خود کدام گناهی ندارم، میشه من به این باره راهنمایی کنن. هر کس صبر کم میزنم، من دیگه چقدر تحمل کنم، با وجود از این صبر میکنم دیگه میخواستم بفهم که چقدر میشه. تشکر میکنم از خواهر گرامی و بفرمایید. ولی در مورد صله رحم و برقرار کردن رابطه خویشاوندی، این یک وظیفه شرعی و یک واجب شرعی هست و خصوصا برای خویشاوندانی که درجه 1 هستند، مانند پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک، برادر و خواهر، و خویشاوندانی که در درجه اول ارتباط دارند با انسان. یک وظیفه شرعی هست که باید انسان صله رحم داشته باشد، یعنی ارتباط خانوادگیش را با افراد خانواده و با خویشاوندانش حتما باید مراعات بکند و رفت و آمد داشته باشد، احوال پرسی بکند و با نزدیکان خودش در واقع صله رحم داشته باشد. و صله رحم یک نوع عبادت و طاعت هست در پیشگاه الله متعال و ثوابی رو دارد، تأثیری رو در خوشبختی انسان دارد، تأثیری رو در گسترده شدن رزق دارد، تأثیر در طولانی شدن عمر دارد. در زمین روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. هر کسی که دوست دارد که رزقش گسترده تر باشد، برکتی در رزقش ایجاد بشود و عمرش طولانی تر بشود، باید صله رحم بکند. این روایت صحیح هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم که دلالت بر این دارد که صله رحم یعنی ارتباط برقرار کردن با خویشاوندان، هر کسی که نزدیکتر است اولاتر و بهتر، این تأثیر بسیار زیادی را دارد به خاطر ازدیاد رزق. یکی از دروازه های برکت و ازدیاد در رزق هست و همچنین برکت در عمر و ازدیاد در عمر هست و انسان باید قطع نظر از این که چه تأثیری رو در زندگی من داشته باشد، آیا سود و منفعتی رو دارد یا خیر، صرفاً به خاطر این که دستور الله متعال هست باید انسان صله رحم رو انجام بدهد. و گذشته از تمام این موارد، این یک گناه هست، این قطع رابطه خویشاوندی یک گناه هست. اگر با پدر و مادر باشد گناهش بیشتر هست و با بقیه خانواده باشد به اندازه نسبتی که با انسان دارند، به هر اندازه که نزدیکتر باشند گناهش بیشتر هست. به هر اندازه این خویشاوند شما به شما احسان کرده باشه مانند پدر و مادر، به همان اندازه قطع رابطه با اون در واقع گناه بزرگتری محسوب می شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری هست این رو نشانه ایمان قرار دادند و خطاب قرار میدهند مؤمنان را. و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. هر کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد باید صله رحم بکند، باید به خویشاوندان خودش در واقع رسیدگی بکند، ارتباط برقرار بکند، جویای احوال اونها بشود، در حد تمام به آنها رسیدگی بکند، هدیه بدهد، رفت و آمد بکند با آنها. این یک وظیفه شرعی هست. و جالب این است که این گناه قطع صله، قطع رابطه خویشاوندی یک گناهی هست که بنابر روایتی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، قبل از این که در قیامت گریبانگیر انسان بشود در دنیا گریبانگیرش خواهد بود.
یعنی هیچ گناه دیگری این گونه نیست مانند این گناه قطع رابطه خویشاوندی خصوصا با پدر و مادر که قبل از آخرت الله متعال در دنیا هم اون کسی رو که این کار را انجام داده این بلا در واقع بر سر خودش هم خواهد آمد. و گذشته از این وعید بسیار سخت و سنگینی در این زمین آمده در صحیح بخاری و مسلم و همچنین در سنن ابو داود آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یدخل الجنه قاطع، یا در سنن ترمذی قاطع الرحم، کسی که رابطه خویشاوندیش رو قطع کرده خصوصا با پدر و مادرش چنین فردی وارد بهشت نمی شود. یعنی تا این اندازه این مسئله بسیار مهم و حیاتی هست و تهدید و وعید بسیار سختی هست که انسان باید حتما در فکر این باشد مبادا که مورد لعن و نفرین الله و رسول قرار بگیرد، موجب بیبرکتی در عمرش و در اولادش و در رزقش باشد و نهایتا سبب بشود که الله متعال به خاطر این گناه انسان را به جهنم بیندازد. این یک مطلب دیگر این که هیچ مردی حق ندارد که زن خودش رو از صله رحم کردن با پدر و مادرش منع بکند و هیچ زنی هم حق ندارد که شوهرش رو مانع بشود که به پدر و مادرش سر نزند. این هیچ حق زن و شوهر نیست که همدیگر رو از رفتن پیش خانواده منع بکنند مگر در صورتی که یک محظوریت شرعی وجود داشته باشه. به عنوان مثال پدر و مادری اهل فساد باشند، اگر این برود چه بسا که دچار یک فساد دیگر بشود، این یک مورد جداگانه هست. اما برای صله رحم و دید و بازدید هیچ کسی حق ندارد که همسر خودش را بازدارد. و این خواهری هم که گفتند که من تقصیری رو در این زمینه ندارند، بلکه توصیه میکند و تشویق میکند که شوهرشون با خانواده خودش ارتباط برقرار بکنند. خود این خانم از نظر شرعی هیچ گناهی رو مرتکب نشدند، وظیفهشون امر به معروف هست که الحمدلله این کار رو انجام میدهند و سعی بکنند که به یک صورتی ایشون پیش قدم بشن، به خاطر اینکه دفع اتهام بشه ایشون پیش قدم بشوند و به یک صورتی شوهرش رو با خانواده شوهرش مرتبط بکنه یا پدر و مادر ایشون رو دعوت بکنه خانه یا برادر و خواهران یا هر کسی رو دیگری رو که یک حلقه وصلی باشند و این یک نوع امر به معروف و نهی از منکر هم خواهد بود، یک وظیفه شرعی هست و یک ثوابی رو و پاداشی رو هم برای ایشون خواهد داشت. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از برنامه بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا